زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، باز آن صحنه بجاست. ای خوش آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. متشکرم. خب از غروبم گذشت، شب شد، شما ما رو میبینید اما ما شما رو نمیبینیم. عرضم به خدمت شما که آره این نورای پروژکتور هرچند ما بهش عادت داریم یه جورایی باعث شده که متاسفانه نتونم به جز این دوستانی که اینجا نشستن رو ببینم، اما خب عرض ادب منو پذیرا باشید. بعد از این 3-4 ساعتی که با هم دیگه بودیم، آیتم پایانی برنامه هست و قرار هست که لوح‌های تقدیر و اسامی که بنده قرائت میکنم به دوستان تقدیم بشه. اما اول برنامه هم جناب آقای استاد رفیعی هدیه‌ای رو تقدیم کردن به سرکار خانم دکتر جهانگیری. تشریف بیارن و شما تشریف بفرمایید. فرموده بودن یک جلد کتاب نفیس و ارزنده هست. تشریفشون بفرمایید. سرکار خانم دکتر جهانگیری. اما دلم میخواد گوش کنی. تو رو خدا 30 ثانیه سکوت، 30 ثانیه فقط. مرسی. دل بده. اگر در کهکشانی دور دلی یک لحظه در 100 سال یاد من کند، بیشک دل من در تمام لحظه های عمر به یادش میتود پرشور.